هلو گایز، چطورین دوستای کارافم؟ آقا تو این ویدیو قراره که با هم دیگه بریم سراغ گرفتن گان لژندری رایگان. میگید نه در ویدیو میریم با هم دیگه میگیریم، بهتونم یاد میدم که شما هم گان لژند بگیرید و حال کنید بدون سی پی و پولی. حتما تا آخر ویدیو همراه من باشید. لایک، کامنت، دو زنگوله بازش همه رو بکوبید و بریم سراغ این ویدیو. و اینکه تا یادم نرفته دوستان، این هفته 2 تا بتل پس قرار جایزه بدم، ببینم که چیکار میکنید. لایک ها رو بتره کنید. لتس گو. دوستای قشنگم، آقا اول شما میایید داخل قسمت قسمت جدیدی که داخل سیزن جدید به بازی اضافه شده. شما با سکه‌های سیکرت کشی که جمع کردید، همون از صندوق‌های سیکرت کش گرفتید، میتونید اینجا گان لژندری بخرید. نگاه کنید، مثلا این M4 لژندری که حالا قبلا کال اف دیوتی موبایل داخل بازی به صورت رایگان به پلیرها میداد، شما میتونید با جمع کردن سکه‌هایی که دارید بزنید. اگه 100 تا پازل ازش بخرید میتونید گان لژند رو به صورت رایگان بگیرید. حالا من چون سکام خیلی زیاده الان میگیرمش بهتون نشون بدم، ولی باید کلی سکه جمع کنید دیگه. اینم بهتون گفته باشم، همینجوری مجانی نمیتونید بگیرینش. نگاه کنید، هر چقدر که مثلا میزنم پازلشو بیشتر میکنم، سکه‌ای که باید بدیم هم خیلی میره بالاتر. اگه دقت کنید اون پایین مشاهده میکنید خیلی سکه میخواد. اینطوری بهتون میگم. الان مثلا ما گرفتیمش و اینکه بریم 2 تا 3 تا صندوق سیکرت کشی هم باز بزنیم، یکم سکه مکه بگیریم و حسابی حال کنیم. اینم گان لژندری M4 رایگان بدون اشپولی دوستان، همتون میتونید بگیریدش و اینکه عشق کنید دیگه. یه صندوق طلایی دارم 14 تا هم اپیک. خب اول اینو بزنیم. بسم الله. ببینیم چی میده. او بهمون کارت طلایی داد یا همون لژندری. این سیکرت کش اضافه مونم بزنیم. به جایزه بهمون چی میده. برو که رفتیم. او یه طلایی، اینم هم تیکش. این جایزه چی؟ 14 تا بود دیگه. خب او چقدر بهمون لژندری داد. اصلا یه دونه تیک هم نداد. خب اشکال نداره. سکم گرفتیم. 2 تا صندوق کریت مشکی متیکیش هم بهمون داد. کسی چی بهتره دوستان. ببین چقدر صندوق من جمع کردم. حالا تو یه ویدیو میخوام همه‌شو بزنم عشق کنید. کلی فکر کنم نزدیک 1000 تا فقط کریت و صندوق من جمع کردم خدایی داخل بازی. اینم از اینو دیگه. نیا کنید دوستان، گفتم با پازل میتونید اینو بگیرید. این M4 لژندری هم که مشاهده میکنید 100 تا پازل اگه جمع کنید میتونید دریافتش کنید. که البته کلی گفتم کلی سکه مکه میخواد. اگه هم نخواید سکه بدید فکر کنم با سی پی هم بشه خریدش. ببینید خب این از این. الان یکم باز من سکه زدم براش و همینجوری کامل ترش میکنیم و میگیریش. البته فرقی اصلا نره چون تو اون یکی اکانت هم من گرفتم این گان لژند هستن. شما هم بیاید بگیرید اگه نشه. دمتون گرم. خدافظ.